برای شب یلدا نه از بیرون کیک هندونه بگیر نه کیک انار. این چیز کیک های خوشگل و سالم و خودت توی خونه درست کن که خیلی خوشمزه است. بیسکویت ها رو خوب با هر چیزی که داری پودرشون کن. کره آب شده 2 قطره رنگ سبز خوراکی بهش اضافه کن، به بیسکویتتون اضافه کن و خوب مخلوط کن. کف یه رینگو سلفون بپیچ، دورش رو یه تلق بنداز و با یه چسب فیکسش کن. مواد کراست رو به قطر 1 سانت پهن کن، خوب منسجم کن. 5 دقیقه بره توی یخچال. ژلاتین رو با آب و بذار رو بخار کتری بماری بشه. برای مایه پنیری خام صبحانه شکر، پنیر خامه یا شیر رو خوب مخلوطشون کن. بعدم ژلاتین رو بهش اضافه کن، خوب بذار رو بخار کتری 1 دست بشه. روی کراستت انتقال بده، بذار توی یخچال کاملا ببنده. یه ژله هندونه یا انار رو با 1 لیوان آب جوش مخلوط کن، بذار کاملا سرد بشه. وقتی سرد شد روی مواد پنیری انتقال بده. بعدم خیلی راحت از این رینگا جدا میشه. تلقش هم نیاز به چرب کردن نداره، خیلی راحت جدا میشه. با چیپس شکلات تزیینشون کن با دونه های انار. یلداتون پیشا پیش مبارک.